بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، موضوع امروزه ما در باره سلسله برنامه های یاران پیامبر رحمت است و مهمان امروزه حضرت زید بن حارثه است، یکی از صحابگان جلیل پیامبر رحمت. و حالا ببینیم که این زید در گذشته یک غلام بود، اما اسلام عزیز آمد و پیامبر رحمت او را سردار یک قوم گردانید، او را در بین مردم عزیز گردانید. مادر زید بن حارثه وقتی که قبیله خود را زیارت می آید، سعدا فرزند دختر ثعلبه مادر حضرت زید وقتی که قبیله خود را به دیدار می آید و هنگامی که در قبیله و قوم خود قرار دارد، به این قوم هجوم می شود از جانب قبیله دیگری و اون مال و دارایی را که این مادر داشت از او گرفته می شود و همچنین در برابر مالهای او این فرزند زیبای او را حضرت زید را از او می گیرند، ربوده می شود و او را می آورند در یکی از بازارها، بازار اوکاز، به فروش می گذارند و یکی از سرداران مکه که نامشان حکیم ابن حزامه است، از خویشاوندان حضرت خدیجه مادرمان، او را خریداری می کند با 400 درهم و می آورد به مکه مکرمه. اینجا یک نقطه را می خواهم بیان سازم که از این نقطه درس بیاموزیم که در گذشته ببینیم که مردم عرب چگونه کارهای زشتی را انجام می دادند و از حیات صهیب رومی هم رضی الله عنه ما خواندیم که او را همچنین از مادر خود ربوده بودند و برده غلام کرده فروخته بودند. این چنین می بینیم که حضرت زید بن حارثه همچنین واقعه رخ می دهد، یعنی یک بی‌بندوباری و حتی باز هم می دانیم که دختران خود را این مردم عرب زنده به گور می کردند و این چنین بین خود کشتار بود و غارت ها بود که هم مال مردم را می گرفتند و هم فرزندان آنها را غلام کرده می فروختند. اما یک پیامبری از اینها بیرون می شود، پیامبر رحمت، که یک مردمی را که اینقدر غارتگر و بیرحم بودند و آنها را انسان می سازد و در عالم حتی سرداران عالم می سازد و این پیامبر رحمت است که از این پیامبر چنین عملی رخ می دهد. و ببینیم حالا در قصه که حضرت زید چگونه به دست پیامبر صلی الله علیه وسلم می افتند و این رحمت اسلام است که غلام ها را آزاد می کند و وقتی که حکیم او را خریداری می کند با چند غلام دیگر، با چند پسر بچه دیگر و می آورد به مکه مکرمه. از بس که حضرت مادرمان حضرت خدیجه از خویشاوندان این حکیم بود و وقتی که به زیارت او می آید می گوید به سوی حضرت خدیجه که این پسر و بچگان را من خریداری کردم، یکی از اینها را انتخاب کن برای تو هدیه. و حضرت خدیجه با اون دوراندیشی خود می نگرد و از بین این پسر بچه ها همین زید بن حارثه را انتخاب می کند و می آورد به خاندان خود. زمانی که با پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم ازدواج می کند، چیز قیمتتر از این غلام، از این پسر بچه پیدا نمی کند، بلکه این پسر بچه را می آورد نزد پیامبر رحمت و به پیامبر رحمت این را هدیه می سازد. پیامبر رحمت بر این هدیه‌ای که حضرت مادرمان به اون هدیه می کند خوشحال می گردد و در روایات می آید که از روز اول پیامبر رحمت این پسر بچه را آزاد می کند، زیرا پیامبر رحمت در فطرت خود غلامی را قبول نداشت و این غلام بچه اگر از بس که خرد بود او را پیامبر رحمت جای دیگر روان نمی کند، آزاد می کند، اما همچون مهمان در خاندان پیامبر قرار می گیرد و پدر و مادر این غلام حضرت زید را، پدر و مادرش سعدا که مادرش نام مادرشان است و حارثه نام پدرشان، چنان
غمگین میگردند و حتی شعرها می نویسند در شعرهای غمانگیز که نمیدانند که فرزند اونها زنده است یا از دنیا گذشت و روز خود را با غم و اندوه شب میکردند و پدرش هر نفری را که هر جای سفر میکرد از قبیله خود پرسان میشد که آیا فرزند او را جای دیدن. تقدیر روزگار از قبیله زید، از قبیله این حارثه نفران به زیارت کعبه می آیند و در نزد کعبه با زید روپرو می افتند و یکدیگر را می شناسند و از حال زید خبردار می شوند، پرسان می شوند و می دانند که اون در مکه قرار دارد و در خاندان پیامبر رحمت محمد ابن عبدالله. و وقتی که برمیگردند به پدر او خبر میکنند که فرزند شما در نزد در کعبه مکه است و در دست نفری قرار دارد. پدر در حال برادر خود کعب را میگیرد و مال زیادی را که تواند این فرزند خود را خریداری کند و می آیند به مکه مکرمه به خاندان پیامبر رحمت. در این زمانی که اینا کعب و حارثه با برادر خود کعب اینجا حاضر می شوند، حالا بعثت پیامبر نشده بود، حالا پیش از پیامبر بود. وقتی که می آیند خاندان محمد ابن عبدالله و یک ستایش زیبایی به آن میکنند که شما فرزندان عبدالمطلب، شما فرزندانی هستید که پناهندگان را پناه میدهید و کسانی که گرسنه‌اند به آنها نان میدهید و کسانی که درماندند آنها را دستگیری میکنید و کسانی که احتیاجمندند روزی سخت دارند آنها را دستگیری میکنید. یک فرزند ما در دست شما افتاده است، یک غلامی که از ما پسر بچه است که در دست شما است. وقتی این سخن را از پیامبر میپرسند، پیامبر در جواب میگوید که شما کی را در نظر دارید. ببینید دوستان عزیز که اینجا تعلیم پیامبر است که برای هر یک نفر ضروری است که هر یک کاری را تحقیق کرده باشند. اگر چنده که در اون ساعت در خاندان پیامبر یک پسر بچه بود و همچون اگر چنده آزاد کرده شده بود میدانست، اما برای تحقیق این پیامبر رحمت پرسان شد شما کی را در نظر دارید و اونا گفتند که همان زید را در نظر داریم که در خاندان شماست و میخواهیم که هر چند مال میخواهی مال اون را ما پرداخت کنیم، مبلغ را پرداخت کنیم و او را با خود ببریم. پیامبر رحمت گفتند که من یک پیشنهاد دیگری دارم. حالا ببینیم که قبل از پیامبر رحمت این جمله را میگوید و خداوند هم از بین بندگانش بهترین ها را برای پیامبری انتخاب میکند. اینها قبل از پیامبری هم پیامبران مردان میدان بودند، از راستگویی و راست قولی و امین بودند. و پیامبر رحمت میگوید من پیشنهاد دیگری دارم اگر شما قبول کنید. پیشنهاد این است که این فرزند را، این زید را نزد خود میخوانم، حالا که عمرش از 8 تا 10 سال بود، و در بین میگذارم اگر شما را انتخاب کرد با شما میرود، اگر من را انتخاب کرد من نمیگذارم که نفر رغبت به من داشته باشد او را به شما بدهم. و این پدر مادر البته که هر نفر این پیشنهاد را قبول میکند، به خاطر که اگر هر کجای هم که زندگی کند فرزند پدر خود را انتخاب میکند، پدر خود میل دارد به سوی پدر خود. اینها این پیشنهاد پیامبر رحمت را قبول کردند و ببینیم که وقتی که زید را نزد خود میخواند، پیامبر رحمت زید را نزد خود میخواند و میگوید که یا زید من هذانی، ای زید این دو نفر کی هست. باز هم اینجا پیامبر رحمت میخواهد تحقیق کند که در حقیقت اینها پدر و عمک زید هستند یا نفران دیگرند. حضرت زید به سوی پدر خود و عمک خود مینگرد و میگوید که هذا ابی حارثه ابن شراحیل و هذا عمی کعب. میگوید بله این پدر من هست حارثه فرزند شراحیل و این عمک من است کعب. و پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم میگوید که قد خیرتک، ای زید من برای تو اختیار میدهم. ببینید پیامبر رحمت اختیار بین پدر و عمک و بین پیامبر رحمت، من برای تو اختیار میدهم. اختیار چی است؟ این شئت مضیت معهما و این شئت اقمت معی. اگر خواسته باشی که با عمک و پدر خود رفته باشی تو اختیار داری، و اگر خواسته باشی که با من بمانی و اگر بخواهی که با من بمانی پس بمان. و ببینید که در جواب زید اگر چنده که
خرد بودن، کودک بودن، پسر بچه 8 تا 10 ساله، در حال فکر زیاد نکردن، گفتن که بل اقیم معک، یا رسول الله گفتن من میخواهم با شما بمانم. و ببینید که چگونه میتواند که یک پسر بچه 8 تا 10 ساله پدر و عمک خود را بگذارد و یک نفر دیگر را انتخاب کند. این بزرگی پیامبر رحمت را نشان میدهد، این کامل بودن پیامبر رحمت را نشان میدهد. و حالا شاهد دیگه هم داریم که حضرت انس ابن مالک روایت میکند که ما در قصه اونها خواندیم که 10 سال من در خاندان پیامبر رحمت قرار داشتم، بار هم کاری که کرده باشم نگفت چرا کردی و اگر نکرده باشم بار هم مرا مذمت نکرده بود، میگه حضرت انس. این رحمت للعالمین از پیامبر رحمت که چنین اخلاقی دارد که فرزند پدر خود را میگذارد و او را قبول میکند. و در حیرت افتادن میگه پدر و عمکش و گفتن که آیا تو غلامی را قبول داری که در اینجا زندگانی کنی و قبول نداری که با پدر و عمک خود برگردی به سوی خاندان خود؟ اما زید گفتن که شما این مرد را حالا نمیشناسید، این اخلاق و این تربیه که این مرد دارد چیزی دیگر است. و وقتی که این سخن را شنیدن رضا شدند که زید با پیامبر رحمت باقی بماند و خودشان برگشته رفتند و دلشان پر از این بود که دیگر فرزند اونها در دست امینترین نفر است. دوستان گرامی قدر، پیامبر رحمت وقتی که میبیند که زید چنین سخن اختیار میکند، پیامبر رحمت را او را از دستش میگیرد، میآورد نزد حجر الاسود در نزد کعبه و در جایی که جمعی از مردم جمع آمده بودند و میگوید که یا معشر قریش، ای قریشی ها، خطاب میکنه پیامبر، اشهدوا هذا ابنی یرثنی و ارثه، شما شاهد باشید که این نفر زید فرزند من است، او از من میراث میبرد و من از او میراث میبرم. یعنی پیامبر رحمت او را به فرزند خانه قبول کردند و اون را زید ابن محمد میگفتند تا زمانی که الله مهربان آیت فرستاد و پسر خانه را از بین برد. دوستان گرامی قدر، زید از این ساعت نام گرفت حب رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبوب پیامبر رحمت. حالا ببینیم که این زید یک مکانت پیدا کرد بعد از این که غلام بود، اما در تربیه پیامبر رحمت قرار گرفت و مکانت و منزله بسیار هم بالای را چه اسلام برای اون تقدیم کرد. یکی این که یگانه نام صحابه که در قرآن ذکر می شود، نام صحابه شخصا همین زید ابن حارثه است که در سوره احزاب نام او را خداوند ذکر می کند. دیگر این که از پسر بچگان از مردان اولین شده همین حضرت زید ابن حارثه ایمان می آورند. و حتی پیامبر رحمت وقتی در مدینه کجای می رفتند جای نشین خود او را می گردانیدند، سردار مدینه تا بازگشت خودشان، جای نشین پیامبر رحمت و صاحب سر پیامبر رحمت هم بودند. اینقدر منزلت و اینقدر بالا بودن را پیامبر رحمت برای اون تقدیم کرد. این پیامبر رحمت است که از یک غلام، یک قاده، یک عالم، یک رئیس، یک بزرگ، پیامبر رحمت از یک غلام قدر تربیه کردن و او را به اونجا رسانیدن. دیگر ببینیم که وقتی که پیامبر رحمت حارثه یکی از صحابگان را فرستاد به سوی یکی از شهرها بصره، اونجا فرستاد که تا آن مردم را به سوی اسلام دعوت کنند. وقتی که این نماینده پیامبر به اونجا رسید، دعوت پیامبر را رسانید، اونها این نماینده را بسته کردند، از پایهای او را بسته کردند و او را به قتل رسانیدند، به شهادت رسانیدند. پیامبر رحمت خیلی غضبناک شد، زیرا تا این زمان کسی از اسیران را به قتل نرسانده بود. و پیامبر رحمت لشکری آماده کرد که از 3000 نفر قرار داشت و در سرلشکر این قبیله سرلشکر را گذاشت حضرت زید ابن حارثه را و گفت اگر با اون کدام مصیبت پیش می آید در بعد از زید حضرت جعفر را گذارند و بعد از جعفر اگر که مصیبت بالای او آمد عبدالله ابن رواحه را، و بعد از آن اگر اینم که به شهادت رسید یا مصیبت بالایش آمد مسلمان ها خود یک نفری را انتخاب کنند. و وقتی که اونا به این مکان رسیدن و مکان معطر رسیدن آمدن، از یک طرف هرقل
100,000 نفر را از روم جمع آوری کرده بود بر ضد مسلمان ها. از طرف دیگر مشرکان عرب 100,000 نفر را جمع کردند. زیاده از 200,000 نفر مقابل 3,000 نفر مسلمان ها در یک ساعتی سخت قرار گرفتند و قسمی از اونها گفتند که ما با پیامبر رحمت نوشته کنیم که عدد غیر مسلمان ها خیلی زیاد است، کدام امری را برای ما امر میکنی؟ و قسم دیگری گفتند که نه، پیامبر رحمت ما را اینجا فرستاد، ما در زیر امر پیامبر رحمتیم، اگر رفت و پیروز شدیم برای ما سعادت این دنیا، اگر رفت و شهادت نصیبی ما شد در اونجا سعادت قیامت برای ما نصیب میگردد. و شروع کردن بین این لشکر 3,000 و زیاده از 200,000 شروع شد جنگ. و در این نبرد اول شده حضرت زید ابن حارثه زیاده از 100 تیر و شمشیر در بدن وی رسیده شد که از پا افتاد و به شهادت رسید. و بعد از حضرت زید جعفر در میدان سرلشکر شد و اون هم به شهادت رسانیده شد که قصه جداگانه دارد که هر دو دستهایش بریده شد و در اون میدان به شهادت رسید. و بعد از او عبدالله ابن رواحه هم به شهادت رسید. و زمانی که حضرت خالد سرلشکر شد دیگر اوضاع کمی دیگر شد. اینجا قصه ما این است که شهادت حضرت زید ابن حارثه که در اینجا شهادت برایش نصیب شد، وقتی که پیامبر رحمت این سخن رو شنید که 3 نفر از نزدیکان پیامبر رحمت به شهادت رسیدن، خیلی غمگین شد. و ببینید که به این که پیامبر رحمت بودن، خاندان هر یکی اینها رفتن خانه حضرت جعفر و خانه زید ابن حارثه و تعزیه بیان کردن. این یک تعلیم است، درس است که برای امت آموخته شده است که ما تعزیه بیان کننده باشیم. و خود پیامبر با این که سردار مدینه و سردار قسمی از عالم بودن، با خود شخصا خود رفتن از این خاندان تعزیه بیان کردن. و وقتی در خاندان زید ابن حارثه رسیدن، دیدن که دخترچه از زید بیرون می شود و به خاطر مرگ پدر خود می گرید. پیامبر رحمت این را دیده گریان شدن، اما گریستن پیامبر از گریستنهای قبلیش فرق میکرد، زیرا در گذشته پیامبر رحمت میگریستن اما صدا نداشت. در این گریستنی که در مرگ حضرت زید ابن حارثه شد، صدای پیامبر رحمت بلند شد و با پیامبر رحمت سعد ابن عباده قرار داشت و پرسان شد که ما هذا یا رسول الله، این چی است یا رسول الله که صدای شما بلند شد؟ و پیامبر رحمت گفتند که هذا بکاء الحبیب علی حبیبه، گفتند که این گریستن محبوب برای محبوب است. از این که پیامبر رحمت حضرت زید بن حارثه را محبوب خود قرار داده بودند، برای اون پیامبر رحمت گریستند حتی که صدایشان بلند شد. دوستان گرامی قدر، چند نقطه را میتوانیم از این قصه آموخته باشیم. یکی این که ببینید که ما همچون مسلمان از پیامبر رحمت باید درس بیاموزیم که با زیردست خود چگونه رفتار کردن و هر یک نفر ما اگر زیردستی داریم، کارگر داریم، باید به اون رحم کنیم، از حال و احوال وی پرسان شده باشیم، پرسان بشویم و نگذاریم که وی خود را غمگین حس کند. درس دیگری که میتوانیم از این بیاموزیم، ببینید که یک غلام هم که باشد، یک نفر عادی هم که باشد، با حب دین، با حب اسلام میتواند که محبوب این دین گشته باشد، محبوب این دین بگردد. و پیامبر رحمت را، رحمتش را ببینیم که یک غلام را سردار یک قوم و نفر میگرداند که در تاریخ نامش نوشته است. و ببینیم که حضرت بلال هم که غلام بودند و او را خریداری کردند و او را سید بزرگترین مؤذن خود گردانیدند. و این چنین این زید ابن حارثه را ببینیم که غلام بود، وقتی که به پیامبر رحمت رسید این مرتبه و مقام را کسب کرد. و هر یک نفر من و شما هم اگر پایبند این دین، پایبند این عقیده بگردیم، انشاءالله که در تاریخ نام ما زنده میگردد. و الله مهربان یکایک من و شما را در پناه اسمت خودش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله.